شب 14 نوامبر و صبح 15 نوامبر به تاجیکستان همچنین کمک بشردوستانه از خارج 369,000 ویای واکسن استرازنیکا و پفایزر وارد کرده شد. به این ترتیب شماره ویاهای واکسن ضد کرونا ویروس که تاجیکستان از خارج همچون کمک گرفته است از 6 میلیون گذشت. از این 6 میلیون ویای واکسن همچون کمک دریافت کرده تاجیکستان 2.8 میلیونش را خطای و قریب 2 میلیونش را امریکا داده است. بنا به اطلاع وزارت تندرستی شب 14 نوامبر 192,000 واکسن استرازنیکا را به تاجیکستان توسط برنامه کوواکس که سازمان جهانی تندرستی با مقصد دسترسی عادلانه همه کشورها به واکسینه های ضد کرونا ویروس تأسیس داده است ارائه شده. 117,000 ویای واکسن پفایزر را اگنتی رشد بین المللی امریکا تحفه کرد و صبح 15 نوامبر لاتویا نیز همچون کمک بشردوستانه به تاجیکستان 60,000 ویای واکسن استرازنیکا فرستاد. سفیر امریکا گفت 117,000 ویای واکسن پفایزر که اگنتی رشد بین المللی امریکا شب 14 نوامبر به تاجیکستان آورد بخش اول از 198,900 ویای واکسن است که همچون کمک به تاجیکستان داده می شود. باقی مانده 81,900 ویای واکسن این هفته انتقال داده می شود. این کمک به علاوه 325,260 ویای واکسن پفایزر که ماه سپتامبر رسانیده شد و 1.5 میلیون ویای واکسن مدرن است که در ماه ایول سال 2021 به تاجیکستان رسانیده شده است. گفت سفارت امریکا بعد به تاجیکستان رسانیدن 81,900 ویای باقی مانده واکسن پفایزر جمع ویاهای واکسن های ضد کرونا ویروس که امریکا به تاجیکستان همچون کمک ارائه کرد از 2 میلیون می گذرد. امریکا تامین کشورهای جهان با 1.1 میلیارد ویای واکسن ضد کرونا ویروس را به عهده گرفته است.